دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 11 یونیو سال 2026 قرار داریم در نزد درخت انجیر. من به شما حاضر انجیر رو چخیل به طور کسبی یعنی پروفسیونالی پرورش کردن رو گپ میزنم. انجیرایی که ما داریم عادتا درخت است، هر سال یا یک سال پس خنک میزنه، درست؟ باز از بیخش میبرد، طاقت میکنیم 3 سال دیگه کای بنده. نه این خیل کردن در کار نیست. در جهان انجیر رو دیگر خیل پرورش میکنن. در جهان انجیر رو هر سال از روی زمین میبرن. mana ببینید ما همین سال بریدیم. mana جای بردگی های ما همین قدر مونده بریدیم و فرقش نیست که انجیر 20 ساله است، 30 ساله است، کندهش قوس است، باریک است. همین قدر میبرید 5 10 15 20 بسیار باشد. اگر نودار رو خیلی روی کنید رنگ توک میبرید و بعد میبرید. این طرفش هم یک نودار رو کجله کده خوابونده روی کنید اگر رنگی انگور میبرید و زمستون بولایش رو میپوشونید. انجیر چی رو دوست می‌دارد و چی رو دوست نمی‌دارد؟ انجیر گرمی آفتاب رو دوست می‌دارد، آب رو دوست می‌دارد، غذای گردش رو دوست می‌دارد، بولاش محلول پوشی رو دوست می‌دارد که حشرات نخورد، برگش رو، میوه‌اش رو. چی رو دوست نمی‌دارد؟ خنکی سرما رو دوست نمی‌دارد. خنکی سرما رو دوست نمی‌دارد چون که این اگر کمی سرما باشد اگر این رو خنک می‌زند و بی‌پروایی صاحبش رو دوست نمی‌دارد که صاحبش غذا نتیاد، نگاه نکند، غذا نتیاد، دوست نمی‌دارد. و همه وقتی که نسبت انجیر مهربانی میکنید انجیر به شما به نهایت میوه خوب میکرد. خلاصه گپ میریم سر مقصد. ما که بریدیم سرش خلطه میپوشونیم، بالاش خلطه میپوشونیم، از خنکی امین میداریم و هر سال میوه میگیریم. میوه ما این وقت نمیپزد. اگر شما انجیرتون رو بریدگی نباشید همین وقت میپزد، در بالایش 30 40 تا میبندد. لیکن وقتی که شما میبرید از بیخ این 50 60 تا میزند میبروید هم خیلی بوده و باز کم میکنید شما بهار کنده میپرتوید و بینید اکن بستن انجیر رو که در زمستون ما بریده بدیم بیخی هر یک گل دو تا دارد. این کلونش رو میگیریم مایدهش با میپزد، کلونش رو میگیریم مایدهش میپزد. بینید لیکن این مهم مای ایون نمیپزد، ایول آخرش آگوست اولش میپزد، شیرین ترین میشود و همون وقت قیمت ترین انجیر میباشد. ما در ناحیه عبدالرحمن جامی یک 7 8 هکتار انجیر کردیم که در آنجا زیاده اگر دروغ نگم 5 یا 10 چند نمود 12 نمود انجیر شنوندیم از تمام جهان آوردیم. خدا خواهد ما آینده انجیر پروری رو به شما به طور کسبی نشون میدیم. تاجیکستان انجیر چی از قیمت است. از انجیر چی میشود؟ مربای بهترین میشود. در نمود تر و تازه خوردن بهترین انجیر است، میوه بهشتی است و با یک بار دیگر نورگیره داخل آن رو وقتی که ما بریدیم اینا بینید چخیل میبندد، زیر هر یک برگ میبندد، بیخی هر یک برگ میبندد. اینا بینید با این رو امسال در اینجا جولا زدگی بود، همه جای جولا هست، جولا زدگی بود. این بیچاره یک عذابی کشیدگی بود. انا هم دوران عزیز این موازی نوار رو میگیرم خودم با یک میگردم. انا بیاد نشون تیم من بینید ما بریده بودیم، ما از همینجا بریدیم. نه بینید انا از همینجا بریدیم، بالاش خلطه کشیدگی بودیم و گردش سنگ موندیم که خلطه رو کم سوراخ کردیم، بلندتر بریده بودیم. اینش رو بلند بریدیم، اینش رو بلند بریده بودیم. اینش هم خیلی دارد. بینید بیخی هر یک نوده انجیر است. این هم خلطه کشیدگی بودیم که خنک نزند. اینو بلندتر بریدگی بودیم. اینا بینید خلطه کلان زدگی بودیم. ها شما میتونید بلندتر برید و خلطه کلان کشید. خلطه کلان است. اینا بینید اینا پیشش علاقه پخته شده است. من زرد شده است. دیدید؟ بله اینه. من اینش علاقه زرد شده است. ولی نپخته است، ولی سخت است. این قهوه رنگ میشه نه درست بگم این انجیر قهوه رنگ میشه. همه بینید نه آنم درون عزیز این پرورش انجیر به طور اینجا بید به طور پروفسیونالی است، کسبی و انجیر شما بسیار میبندد. شما ماه آگوست میبرید پول قیمت میرود. انجیر حاضر در تاجیکستان نهایت کم است. 12 نمود انجیر آوردیم در 18 هکتار شنوندیم. خدا خواهد مقصد ما انجیرزوری کلان کردن است. در تاجیکستان کم است انجیر. بعضی از در گرم خانه میسازن. چی در کار خودتون را عذاب دادن میشنونید پس تکک هم هر سال بریده بولاشو پوشوندن میگیرید. میتونید شما هم نودای دراز رو
همین رو یک تاشو خوب بونیدم خیلی برید و بالاشو پوشوندید. از اینجا نودا میزند هر سال رنگ انگور میشود با مانند انگور و شما میتونید هر سال پوشونید. چه خیلی دلتون خواهد همون خیلی شما با شکل میدارید. همدارون عزیز در پناه خدا باشید. یاد گیرید انجیر پروری رو ببینید. چی بگم به شما؟ ذوق پیدا میکنید این همین. چه سخنهای بهترین رو دارید گفتنی در حق ما، در حق مصلحت های ما گپ زنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.